خب احسان، میبینم که با خود این صبح کتاب آورده اید. چگونه کتاب است؟ بله مفتونه، من برای بیننده های صبح کتاب آوردم، طلوع بعد از غروب، که با کوشش و تلاش های عبدالجلیل امان روی چاپ اومده و این کتاب مجموعه مقاله ها هست مفتونه درباره همین شخصیت، درباره یکی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران ورزیده محمد زمانی صالح. و ما این صبح بیننده های عزیز بخش چهره رو، در بخش چهره همین شخصیت رو برای شما آشنا میکنیم و شما شناس میکنیم محمد زمانی صالح، و بخش اندرز رو هم از گفته های همین نویسنده برای شما تهیه کردیم، آماده کردیم و از گفته های همین نویسنده برای شما قصه میکنم. بخش اندرز آماده پخش است، تماشا کنید. محمد زمانی صالح سال 1951 در دهه پدراق ناحیه مسجا به دنیا آمده است. نویسنده و ژورنالیستی ورزیده می باشد. کتاب‌های سروی کشمر، عشق اختیار پیر و چندین حکایت دیگر از آفریده‌های او می باشند. اولین داستان کوتاه او در مطبوعات در آخر سال‌های 1970 توجه ادبیات شناسی معروف محمد جان شکوری را به خود کشیده بود. شکوری در سرسخن کتاب نخستین محمد زمانی صالح سروی کشمر نوشته بود: این نویسنده که با مهنت شاقه مشغول است به ادبیات ما بازیافتی بزرگی خواهد آورد. در سالهای بعد قصه و رمان‌های نوی او، اردوی رفنامه، آهنگ شهر عشق، عشق اختیار پیر، دیوان خراسان، گنج سوخته، قابوس یا بازار پشه ها، سیمای محمد زمانی صالح را همچون یک نویسنده باریک بیان و عمیق اندیش برافراشتند. عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. محمد زمانی صالح در سن 58 سالگی در تاریخ 1 فوریه سال 2009 بر اثر سکته دل چشم از جهان پوشید.